حادثه مرگبار آریانا سعید در کشور استرالیا که اصلا باورتان نمی شود. آریانا سعید در کشور استرالیا چرا رفته بود؟ دلیل حادثه مرگبار آریانا سعید در این کشور چی بوده است؟ لباسهای جنجالی آریانا سعید در کنسرت‌های جدیدش و افشای حقایق و رازهای بزرگ زندگی اسیب با آریانا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید ملکه دلها، یکی از هنرمندان بی‌بدیل، نام‌آشنا، مشهور و محبوب افغانستان بوده است. شهرت و محبوبیت خاص در میان مردم افغانستان داشته است. آریانا سعید با سرودن آهنگ‌های محلی چنان در دلهای مردم افغانستان چنگ زد که تاکنون آهنگ‌های آریانا سعید جاودان باقی مانده است. آریانا امسال آهنگ‌های جدیدش را برای مردم و طرفداران صدایش از سرتاسر جهان نشر می کند و کنسرت‌های برای علاقمندان و طرفدارانش برگزار می کند. جدیداً آریانا سعید در 3 شهر بزرگ استرالیا و زیلند جدید کنسرت‌هایش را برگزار کرد. در این کنسرت‌ها لباس‌هایی که اصلا مناسب یک افغان نبوده است بر تن کرده است که بار دیگر انتقادهای گسترده ای را به همراه داشته است. آریانا سعید تاکنون در مورد انتقادهای مردم ابراز نظر نکرده است، اما تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی نشر می شود که وی توسط گروهی از افراد مسلح در کشور استرالیا مورد سوء قصد جانی قرار گرفته است. اما تاکنون حقیقت این ماجرا به گونه‌ای واضح و آشکارا معلوم نیست، ولی من آرزوی صحتمندی، شفایاب شدن و موفقیت برای آریانا سعید از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درود دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.